دوستان عزیز سلام. اگه میخوای کیفیت نونت خیلی عالی باشه، میخوام اون چیزهایی که میدونم با شما به اشتراک بذارم با نونوایان عزیز. اولین قدمی که میخوای شما وردارید، زمانی که نونتون تموم شد، خمیرتون تموم شد، اندازه 1 کیلو خمیر بذارید داخل دیگ، بمونه توش آب بریزید. اندازه آب بریزید که خمیرتون معلوم نباشه. فردا صبح که اومدید مثلا میخوای خمیرتون رو شروع کنید به خمیر گرفتن، 1 قاشق نمک میریزید، نه بیشتر. خمیر مایه حاضری هم 1 قاشق، 1 قاشق غذاخوری، بیشتر نریزید. اگر خمیر مایه حاضری بیشتر بریزید، نونتون دیگه نمیتونه بجوید. نون میشه این لاستیک. یا نمک هم زیاد بریزید، خمیرتون سفت میشه. این قدم اوله. و قدم دوم، فولی دستگاه دینام 10، فولی گیر بوکس باید 20 باشه، ولی اکثر دستگاه فولیشون 50 است. این 50 رو عوض کنید، فولی 20 بذارید. دستگاه گردان نون باید بیشتر از 10 ثانیه تا 12 ثانیه بیشتر تو تنور نمونه، تا 13 ثانیه آخرش. بعضی از دستگاه رو من میبینم تا 18 ثانیه نون داره میگرده. این اشتباه دوستان، این اشتباه بزرگ. نون زیاد تو تنور بمونه اون نون خشک میشه، یعنی به سفره نمیرسه. بعضیا میخوان برن تفریح کنن، میخوان برن بگردن، خب نون میذارن تو سفره، نون فوری خشک میشه. اگر میخوای کیفیت نونتون عالی باشه، قدم اول خمیر مایه بذارید داخلش بمونه. 1 کیلو خمیر بذارید تو آب بمونه برای فردا. هر 1 ساعت 1 قاشق غذاخوری نمک، 1 قاشق غذاخوری هم خمیر مایه. و سلام. خمیر باید 40 دقیقه بگرده. 40 دقیقه باید خمیرتون ورز بخوره تا آماده بشه، نه کمتر نه بیشتر. قدم های بعدی و در مراحل بعدی انشالله با هم به اشتراک میذارید.